بعد از اینکه کلمه مادر رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میاد چیه؟ مادر خودم به ذهنم میاد. بعد دختری دارم که منو به عنوان مامان صدا میزنه. مادر یک بخشنده مهربون، یه عشق واقعی، شیرین ترین تجربه ای هستش که هرگز زنی تو زندگیش داره. شکل ماهش برم من عزیز دل مادر. روز مادره، روزی که برای شنیدن صدای دخترم که منو مادر صدا بزنه لحظه شماری میکردم. مادر شدن یه حس فوق‌العاده قوی و عجیبیه. انگار قلبت بیرون از بدنت، بیرون از سینت داره میتپه و تو هر لحظه دلتنگ و نگرانشی. و من این گونه مادر شدم تا از قلبم جوانه زدی. روز مادر و روز زن به همه زنان سرزمینم تبریک میگم. از نظر من مادر یعنی اولین، زیباترین، واقعیترین و پابرجاترین عشقی که یه انسان میتونه تجربهش کنه. خیلی وقتا با حال بدشون حالم بد شده، با حال خوبشون خوشحال شدم، با گریه هاشون گریه کردم. در کنار این بچه ها بودن به من هم احساس آرامش میده و واقعا تو زندگی شخصی خودم هم خیلی به من کمک کرده. از وقتی که اومدم کنار این بچه ها حس مادرانه بودن من قوی تر شده، بهتر میتونم مادر بودن رو درک کنم کنار این بچه ها.